تاریخ و حماسه و اسطوره در هر جای جهان یه معنای مشترک اما با مصادیق مختلف تو اذهان یادآور میشه. اما ایران و ایرانی بلا درنگ وقتی این کلمات به گوشش میخوره به یاد شاهنامه فردوسی میفته. خیلی‌ها تصور میکنن شاهنامه و تمام قصه های توی اون محصول 30 سال تلاش شاعرش یعنی ابوالقاسم فردوسیه، اما کمتر کسی دقت میکنه که قصه های شاهنامه متعلق به هزاران سال قبل از فردوسیه. در گذشته‌های دور کتابی وجود داشته به نام زریرنامه یا تاریخ زریران که شرح تاریخ کهن ایران و پهلوانان و شهریاران اون بوده. به مرور بعد از حمله هایی که به ایران میشه این کتاب از بین میره، اما حکایات اون سینه به سینه و لابلای کتابای دیگه نسل به نسل روایت میشه، تا اینکه یه روز تو قرن 4 هجری محمد ابن عبدالرزاق طوسی حاکم طوس گروهی جمع میکنه تا قصه های کهن از دل کتابا و روایات گردآوری کنن و مسئولیت کتابت و نگارشش رو به نویسنده زبده اون روزگار یعنی ابو منصور معمری میسپره. اینطوری بود که شاهنامه ابو منصوری شکل گرفت، اما این کار با مرگ ابو منصور متوقف میشه. محمد طوسی این بار سراغ شاعر خوشقلم اون روزگار یعنی دقیقی طوسی میره. دقیقی که متخصص در شعر بوده شروع میکنه روایتایی که ابو منصور نوشته بود و در قالب حکایتایی تبدیل به شعر میکنه. ابیات دقیقی شاعرانه و چشم نواز بود، اما دقیقی هم به سرنوشت ابو منصور دچار شد. با مرگ دقیقی کار گردآوری تاریخ اساطیر نیمه کار رها شد، تا اینکه یکی از دوستان دقیقی از منطقه پاژ طوس که از قبل در جریان کار دقیقی بود مطالب گردآوری شده رو به دست میگیره. بله، ابوالقاسم فردوسی شروع میکنه مطالب گردآوری شده رو به همون روش دقیقی تبدیل به شعر میکنه، اما دیگه خبری از حکایات جدا جدا از هم نبود. فردوسی تصمیم میگیره یه مجموعه منظم از تاریخ اساطیر ایران رو جمع کنه. اتفاقاً چون از وضع مالی خوبی هم برخوردار بوده کتابای مختلفی از سر تا سر ایران جمع آوری میکنه. اینجاست که همیشه میگن پشت هر مرد موفقی سایه یک زن دیده میشه و برای فردوسی اون زن کسی نبود جز همسرش. همسر فردوسی از نجیب زاده‌های خراسانی بود که به زبان پهلوی تسلط داشت. در طول سالها تلاش برای تکمیل روایات همسرش متن‌ها رو از فارسی پهلوی به فارسی جدید ترجمه میکرد و فردوسی هم روایات رو به نظم در می آورد و مجموعه منظمی که طراحی کرده بود و تکمیل میکرد. فردوسی نه تنها قصه ها رو گردآوری کرد بلکه عین یه فیلم نام نویس زبده به شخصیت های مجموعه وزن داد و از روایت سخت تاریخ کهن صرف نظر کرد. حالا هر کدوم از شخصیت های تاریخ در دل کتاب جایگاه خاصی پیدا کردن که خواننده و شنونده رو از شنیدن روایاتشون خسته نمی‌کرد. طی 30 سال تلاش عاشقانه این زوج عاشق وطن قصه های کهن در قالب شاهنامه به نظم در اومد و در این بین دوبار دیگه هم بازنویسی شد تا مجموعه‌ای از تاریخ کهن ایران این بار به صورت شعر نسل به نسل و سینه به سینه روایت بشه. فردوسی نه تنها قصه ها رو به نظم در آورد بلکه با انتخاب بجای واژه‌ها به استحکام و حراست از زبان فارسی هم کمک کرد. یادش گرامی.